چند وقت اخیر ساکنان از گران شدن نرخ مواد غذایی در بازارهای کشور شکایت میکنند. در دوره پاندمی که بعضی ها کارشان را از دست دادند، نمیتوانند مواد غذایی دلخواهشان را خریداری کنند. میگویند مجبور شدند از سبد استعمالیشان بعضی از محصولات را خط زنند. گوشت نمیخرم تماما، از بس که پولم نمیرسد. و تمام خونه مایبون میرم، همونجا خود گوشتدار میتونم. ای خیلی نمیخرم. میشه کمتری زندگی را میبریم خیلی. Знаю, люди, наверное, будут одни макароны кушать и рис. Большие семьи уже муку не купят, мешок муки по 2 килограмма, то лепешки на одной лепешке будут целый день кушать, наверное. Но мы давно уже несколько лет не покупаем мясо, нам не по карману. Даже когда дешевле было 40-30 самон было, уже не покупали мясо, на нас не хватает. اردو قیمت شد، روغن قیمت شد، همه چی در بازار قیمت شده. نسبت به آیله نرخ نوای بازار بلند شده. کدام محصولات را دیگر نمیخرید؟ محصولات هایی که زور ما نمیرسه، به مثال به قیمتی به گوشت، بازی نرخ نوای تخم هم قیمت شده. 28 29 باز 33 شده نرخ تخم هم. همه چی تخمی، گوشتی، من بسیار میوه نمیخرم. میوه قیمت. سیب 15 سومون 10 سومون این چینمی تقسیم دادم قبل دادن 500 دام اوزادن محکم ممکن ماشین ما از 3 بار دیگه از موندم به کار یعنی جگوری خوردیم ایقشلاق جگوری ما روی میکنن گندم پنبه ایقشلاق روی میکنن اینجا دیگه گون واریان نیست کار بر هیچی هم درآمد فقط ایقشلاق روی میکنن دیگه هیچی خودتون خرید نمیکنید؟ نه اگه جو پول کنی کار کجا کار میکنه از اونجا کار کردیه افسان کار میکنیم اونجا باش کردن سودا کسی چی دولی کن اساس کردن باز کردیم کلون خوشم میدونم وضعیت آخر خیلی موجود بعدی سوگند ان شاء الله وای خوب میشه و بزنین سوگند دید که موجود نرخ پاس میشه و ما روزی امید جدید داریم